گرفتم. میشه لب بگیری باش؟ لبش کجاست؟ با اون چیزه، با اون لگو لب بگیری. You are my sunshine. دوستان من برای هیچ چیز ذوق ندارم کلا تو زندگیم. نمیدونم پارسا چرا. ببین من با این داشتم ادیت می‌کردم، نگاه کنش. بچه‌ها میخوایم چیز پیشرفت رو بهتون بگم. ببین مشخصات این با اون یکی پنتیوم نسل داش منو بگیر. ببین سی پی یو این پنتیوم نسل 3 بود. با پنتیوم فقط میتونی برید سرچ کنی. من با ادیت می‌زدم. بچه هر چی ویدیو تا الان دیدید با این ادیت زده شده. چی هست اصلا؟ عمو فردوسه؟ اصلا میخوای بررسی اینو بذاریم؟ اینو ولش کن. سگ با این کار میکنه. بچه‌ها میخوام توی یه ویدیو جدا راههای رسیدن به خونه پارسا رو بگم. هر کی نزدیک کنه داره بر بیاد و چی گفتی؟ من که تو ادیت میفهمم. اون تو ادیت خودت بگو چی گفتی؟ هیچ بود. سلام. درز و دورزا رو مرتی که حیوون داداشم. شروع کنیم. مخلصم. بذار اول از پارسا جان بذار اول داستان چیه؟ اول از کیس هورا می‌کنیم به نام گیرین آریا. وایسا قیمت هر کدومش هم بهت بگم. وایسا پردیستان فاکتور آوردی؟ فاکتور دارم داداش. این فاکینگ 3 میلیون تومان شده. از مادر بردت شروع میکنم. ایسوس پرایم داشت نوشتیم بده من ننه اونو بده من. خب بس داداش الان از کجا داری فیلم می‌بینی؟ ننه من دارم از این فیلم میگم. بچه‌ها اینه. بریم با هم بررسی کنیم. ای بابا آقا کسی نمیاد قیافه تو رو ببینه. آره 9 میلیون و 300 همین. اوه مای مادرت گاد برد. خیلی بد توضیح. تو نظرم ولش کن بده. نمیدونم این چیه. میدونم چیه نمیدونم SSD یا هارده. بدم بیا. شاید بچه‌ها بفهمن. این چیه؟ آره. اینو خاموش میکنی؟ چی؟ بعدم نی الان اینجا قشنگ‌تر میشه. آرجیبی شو دیدی؟ SSD باشه 3.8. بچه اتحاد رو تو کامنت خفه شو. اتحاد رو اینجا تو کامنت ها نشون بده. SSD باشه 3.800. مشتری خوبمون اومدن خرید کردن از هارد باشه 2 تا. مغازه راستی سی پی یوش رو نگفتم. سی پی یوش کورای 5 12400 اف. قیمت مطمئنم هر کس الان داره اینو میبینه گذاشته به 2x 9800. بعد پاور گرین. پاور گرین 550 3700. آها مهمترین چیز RTX 3050 6 گیگ. حدس میزنی چند؟ اصلا نمیدونم چند دست اینو حدوداً حال نمیکنم کلا حدوداً با قیافت حال نمیکنم. با چه میدونم 10 تومن برو بالا 15 تومن برو بالا. بیا پایین 30 تومن بیا پایین 26 تومن 18 میلیون تومان. این فن کولره. صد. فن کولر چند شد؟ ببخشید سی پی یو با فنش شد 9800. این هم که میبینید چیزه کیسش ARGB یعنی مثلا اگه بگی ARGB یعنی چی؟ RGB چی مشخصه؟ اگه بگی ARGB یعنی چی؟ ARGB مخفف آریاش نیست. ببین ARGB بگی یعنی آریاش. یه لحظه دهنتو ARGB بگی یعنی چی 500 تومن بهت شام میدم. ARGB اصلا باید بدی یعنی چی؟ یه چیز دیگه هم حالا برات میگیرم. ARGB بگی یعنی چی بهت ARGB یعنی RGB 30 ثانیه وقت داری. نمیدونم. نمیدونی بگم؟ یعنی وقتی که مثلا دیدی بعضی از تلویزیونا نسبت به رنگ و نور خود صفحه پشتشون نور میندازن رو چیز، این نور ایناش هم با نسبت به برنامه که داره انجام میده تغییر میکنه. اینم از توش. برو توش ببین. بازش کن. بریم تست فریم بگیریم. بازی ندارم راست شوخه خب، ولی 2-3 تا چیزایی که دارم بریم بگیریم فریم. خب ببین آقا بیا همین این قولی پس بریم. چه قولی؟ که از این به بعد گیم هم براشون بزنیم. کیفیت بله. ویدیوهایی با موضوع دیگه من چون حرف بزنم اینجا رو دارم میگم. با موضوعهای دیگه. الان اومدین ماینکرافت. نه اومدین ماینکرافت آخرین نسخه. خب 1.21.4 خب من خوابم میاد. الان داخلش میشیم. خب ببینید الان این حالت عادیشه. خب F3 میزنی میای بالا. چند FPS زده؟
1557 تا اینا FPS نوشته 1557 خب واقعی چیز خب همون دیگه آره الان هست چند تا FPS ببین این پک خیلی گرافیکیه خب و شده 235 بریم این جت کافه سیمولیتور اینجا برام نیست دیگه جای موندن این یکی نمیشه چی گرافیکش بود؟ نیا کن حالا گرافیکش اولترا نیست اولترا الان اینجا نیا کن این شکلیه دیگه خب میای اینجا اینو میذاری رو اولترا حالا این شکلی شادو رو میذاری رو های بعد این تازه هیچ لگی هم نداره ببین شبک استاندارد نیست این آره چیز گیر میده آجی نیا کن این ببین یارو چرا ترامپ سبزه آجی لگ خورد بعد این تازه هیچ لگی هم نداره ازا شادوشو خاموش ببین چقدر بهتر شد همه چی راستی آجی این ترامپ خانوما رو بیار گیم این خوب گیمت کنید فقط سازی اینجاست گیم اینجا نیدی تو برو هم مادر اول خدافظ لایک کن ساب کن کامنت ویدیو تموم شد برم بخوابم بخوابم یه لحظه بخواب